مادر خیلی بزرگوار است. جوانی محترم، شخصیت مادر ندارد. یک بار از اون بپرس، نامی مادر میگیرم وجودش آب میشود. و قدر مادر برست. مادر خیلی بزرگوار است. ای مادری محترم، فدای شو، هزار جانی عبدالقادر فدای تو باد. جوانی محترم، حتما بعد از شنیدن مادر وقتی همراهی صحبت کردی زنگ زدی، این سخنها را براش بگو ای مادر، من قدری کرتهای خود ندانستم. ای مادر فدای تو شوم، حقی کرتهای خود من ادا نکردم. منم ببخش، من نتوانستم تو را خدمت کنم. فدای تو شوم ای مادر، جانم فدای تو باد. ای مادر، چقدر هم دست من رنج عذاب کشید، چقدر ناراحتی دیدی، این مادر شخصیتی هستند که از همه مهربانترین، از همه غمخوارترین، از همه عزیزترین برای من و شما. مادر شخصیتی هست روزی که من و شما از خانه بیرون میشویم تا اون لحظه بازگشت ما را در انتظار ما هست. مادر شخصیتی است که از روی من و شما خیلی رنج و عذاب زیاده دیده است. سینه پرمهری مادر تا لحد آسوده نیست. تا لحد این بزرگوارها غم من و شما را میخورند. ببینه چند لحظه پس این برادرهایی که مادر از دست دادن میآیند که جای مادر خالی هست. اون مادر ره انتظار دیگر نیست، اون مادر غمخوار دیگر نیست، اون مادر بزرگوار دیگر نیست. و قدر پدر و مادر برسه، اینها همیشگی و دائمی نیستند. ای مادری عزیز، چقدر بزرگوار هستی، فدای تو شوم. ای کاش که این جانی من هزار جان میشد، فدای تو میکردم. ای مادر، بسیار بزرگوار هستی. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم ای مادر میگو گریه میکرد. صحابه روایت میگه وقتی همراهی پیغمبر بزرگوار بالای قبر مادرش رفتیم و چنان گریه کرد که رخساره های مبارک تر شدن، دامانی مبارک تر، حتی زمین از آبی دیده پیغمبر بزرگوار تر شد. مادر خیلی بزرگوار است. جوانی محترم، شخصیت مادر نداره. یک بار از اون بپرس، نامی مادر میگیره وجودش آب میشود. و قدر پدر و مادر برست. مادر خیلی بزرگوار است. ای مادری محترم، فدای تو شوم، هزار جانی عبدالقادر فدای تو باد. برادر عزیز بزرگوار، جنت اگر بخواهی که جنتی باشی، خاک کف پای مادر شد، خاک کف پای پدر شد. عزیزای خدا میفرمایند جنت که رضای مادران است، در زیر قدوم مادران است. خواهی که رضای ما بیابی، آن کن که رضای مادران است. حضرت میفرماید جنت که رضای خدا میخواهد که من و شما جنتی باشیم، جنت برویم. جنت که رضای خدا در جنت رفتن است. حضرت میگه در کجا هست جنت؟ ای جوان، جنت میخواهی؟ جنت جستجو داری؟ در زیر قدم مادرت هست. خواهی که رضای خدا را بیابی، آن کاری را که رضای مادر است. برادر عزیز، رضا الله فی رضا الوالدین و سخط الله فی سخطهم. رضاگی الله در راضیگی پدر و مادر است. پدر و مادر را احترام کن، دعاش بگیر. روزی می روند والله قامتت می شکنه، خانت به نور می شود، تاریک می شود زندگی. خیلی حیات دیگرگون تغییر می یابه، به سرپوشه می مانی. باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی، ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی. خانه را نور اگر بود زی رخسار تو بود، ای چراغ دل من از چی تو خاموش شدی. بهار آمد نیامد بوی مادر، شدم پزمان چشم و روی مادر. نمی ارزد هزاران نوده گل با یک تاری سفید موی مادر. برادری بزرگوار، به قدرش برست که نمی آبیش. والله قسم ده آرزو مثل من بر این می سوزی، می خواهی که یک بار پیداش کنی. ای پدر جان بگوی دیگر نمی آبی. تن هر شخصیتی که زنش از مادرش بالاتر میدانه، برای او لعنتی خدا، لعنتی ملائکه و لعنتی تمام مردم باد.
هر شخصیتی که یعنی که زنش نسبت به مادرش بهتر بالاتر میره. و این خاطر ما و شما جوانهای محترم به قدر مادر و پدر برسید. رب العالمین میفرمایند ان اشکر لی و لوالدیک الی المصیر. میگه شکرانه من و شکرانه پدر و مادر به جا بیاره. این را فراموش نکنه که آخر نزد من میایه. حتما این نوجوان مرده که مادر آزار داده است، مادر خفه کرده است، مادر سخنهای یعنی دلخراش سخت گفته است، حتما این در نزد خداوند جواب میگوید. و همین خاطر ما و شما برادران عزیز بزرگوار به قدر این بزرگوارها برسیم، خدمت اینها را کنیم، دعاشون را بگیریم. اونهایش که از حیات گذشته هستند اونها را دعا کنیم که خداوند آخرتهاشون و قبرهاشون آباد بگرداند. یکی از دوستای خدا از مادرش پرسید او چه جا بود؟ پیغمبر بزرگوار ما گفته است که جنت شما در زیر قدم مادر است. جنت مکان و جایگاهی است که همه آرزوش داره، اما حرکت میکنه که جنت برود. آنچه جان برای چی که جنت در روی دستات نگرفتیم در زیر قدمت گذاشتیش؟ دیگه وقتی سوال کرد مادر یک جواب گردان. او فرزند بود جنت در زیر قدم کرد تا اینکه تو را در روی دستان بگیرم. روی دستان برای تو باقی گذاشتم، جنت زیر قدم. مادر چنیش است. و این خاطر برادران بزرگواری به قدر پدر و مادر برسید. پدر و مادر در حیات خیلی قد. والله قسم شخصیت کلانسان بزرگوار را بپرسید آرزوی آغوش مادر دارند. آرزو داره که یک بار باشه برم از کف پاش بوسه کنم. نمیادش.